کدام از نکوکاری‌ها برای شما ارزش بیشتر دارد؟ نیکی به مردم. صفاتی که شما از همه بیشتر در مرد قدر میکنید. در مرد مردی. صفاتی که شما از همه بیشتر در زن قدر میکنید. وفاداری در عائله. مشغولیت دوست داشته شما. ایجاد آهنگ. کدام خصلت‌ها بیشتر خاص شماست؟ شوخ باشه. ایده شما در مورد خوشبختی. در مورد خوشبختی. دوست داشتن یکدیگر در عائله و وفادار بودن به هم. ایده شما در مورد بدبختی. بدبختی به فکر من بیسوادی. رنگ دوست داشته شما. سیاه. گلی دوست داشته شما. صدبرگ. پرنده دوست داشته شما. بلبل. اگر این کسب نمیبود چیکاره بودن میخواستید؟ اگر این کس نمی بود باز همین کس رو انتخاب میکردم. در کجا زندگی کردن میخواستید؟ شکری وطنی آباد آزاده میکنم. نویسندگان دوست داشته اتون. نویسندگان استاد صدرالدین عینی، استاد حاتم لوزاده و از نویسندگانی که ما خونی خویش تباری داریم استاد مطلوب خالجاوی. شاعران دوست داشته اتون. استاد آذرخش و استاد فرزانه. رسام و بسته‌کاران دوست داشته شما. راستی گپ رسامی دوست داشته ندارم، اما بسته‌کار و آهنگساز استاد گویم حق استادی هم دارم. زیندین کریم. با کدام منفیت ها بیشتر افضلیت میدهید؟ منفیتی معنوی. قهرمان های دوست داشته شما از ادبیات. سهراب از شاهنامه فردوسی. از زنده ها اگر بگیم قهرمان مرد کی بوده میتواند؟ برای من قهرمان در زمان حاضر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمت. قهرمانی زن. قهرمان زن فکر نکردم راستی که. نام های دوست داشته شما. خیراندش علی، از زنانه لیلی شیرین. در چی به شما حسی نفرت پیدا می شود؟ از بیهودگویی و بیهوده نشینی. کدام چهره های تاریخی حسی نفرت شما را بیدار می سازد؟ راستی گپ چهره های تاریخی که باعث نفرت من شده است با من این حالت نشده است. حکمت های پسندیده شما. کج نشین و راست گو، پایت را به چنین کرپت دراز کن. چرا بیشتر در دوستانتان قدر میکنید؟ قدردانی آنها را. نارسایی اساسی شما. سرخوابی. شما خود را چگونه دیدن میخواهید؟ در آینده در قطار شخصیت های جهانی. قابلیتی که شما ندارید و میخواهید اثبات کنید. آموختن زبان های خارجی، خاصتا نمیسی. چگونه مردن یعنی درگذشتن میخواهید در آینده؟ با ذکر خداوند در حلقه پیوندان و نزدیکان خویش. زیبایی از نگاه شما. در هر چیزی زشت اگر نگاه زیبا باشد میتوان یک چیزی زیبا را دید. زیبایی این دیده توانستن است. شعار شما در زندگی. رفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک.
аз ютуб канали Нигоҳи нав лоиҳаи ҷадид бо номи Нигоҳи дигар пешниҳоди шумо мешавад. ба чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ саволҳои кӯтоҳу ҳамгунаи фалсафӣ вогузор мегардад ва андешаҳои мухталифиашонро шумо шоҳид мешавед. Нигоҳи дигар, саволҳои ахила ва ҷавобҳои мухталиф.